دانشمند روسی است، از روسیه است، لیو تولستوی. این آدم که هست ادیب بوده. ادیب یعنی خلاصه ادبیات شناس بوده، مسائل ادبی، شعر و شاعری و نثر نویسی و این مسائل کار میکرده. در همین باب گفته یکفی محمدن فخرا، همین کافی است برای افتخار محمد، که محمد افتخار کند که یک امت ذلیل که به هم افتاده بودند و خون یکدیگر را میریختندند از چنگال شیطان نجات داده. راست میگه، مردم عرب کلا همدیگر رو میکشتن، سر جای خود دخترای خود میکشتن، زنده گول میکردن، بچه‌های خود از گرسنگی میکشتن و یکدیگر رو خیلی راحت جنگ‌های 100 ساله داشتن به خاطر یک اسبی. اسب تو جلوی شده یا اسب جنبه جلوی شده، یک جنگ 100 ساله به انداختن، خیلی ساده همدیگر رو میکشتن. همچنین ملت پیامبر صلی الله علیه و سلم واحد ساخته. البته این چی میگه؟ این نظری شخصه، میگه محمد این کارو کرده، اما ما چی میگیم؟ ما قرآن کریم میگه به پیامبر، میگه که والف بین قلوبهم، الله در بین قلوب این مردم و این ملت ها چیکار کرد؟ محبت انداخت. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو ای محمد تمام پوله ها و مال های روی زمین را مصرف میکردی، ما الفت بین قلوبهم، نمیتوانستی بین قلوب آنان الفت به وجود بیاوری، ولکن الله الف بینهم، الله اینا رو الفت داد. حالا اون شخص دانشمند روسی چی میگه؟ میگه محمد این کارو کرده. ما میگیم الله محمد این کارو کرده. ما محمد فرستادی او بوده، زیر نظر او کار میکرده. اینجا انه عزیز حکیم، این چیزی که باز خب همین بحث عقیده هست دیگه. ما ریشه از دیگه جا میدونیم، او فقط میگه یک شخصیت چی بوده؟ قوی بوده. خب به هر حال قبول میکنه که پیامبر یک شخصیت بسیار مهم بوده. و بعدا میگه، این هم خیلی جالبه، میگه محمد آمد و این ملت ذلیل خونریز را از آن بدبختی از چنگال شیاطین نجات داد و به رویشان دروازه های پیشرفت و تقدم را باز کرد و همانا شریعت محمد به زودی تمام عالم را خواهد گرفت، چون با عقل و حکمت موافق است. لانسجامها مع العقل والحکمت، چون با عقل و فطرت چیه؟ حکمت چیه؟ موافق است. این چیزی ما مسلمان ها واقعا مطالعه خیلی کم داریم. اگر مطالعات خود بالا ببریم به یقین متوجه میشیم، خصوصا به مقایسه. یک مطلب عرب ها دارن خیلی مهمه، میگوین که تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء و هر چیز به ضد خود شناخته می شود. شما تا ضد اون نبینی نمیشناسید. شما عدالت زمان قدری رو میفهمین که ظلم رو ببینید، تا ظلم رو نشناسین عدالت خیلی نمیفهمین یعنی چی، قدری هم به شما معلوم نمیشه. نور زمان قدر میدانین که تاریکی وجود داشته باشه، هر شی به ضد خود چی میشه؟ شناخته میشه. شما قدر هوای خوبه و سردی پنکر زمانی میدادین که گرمی وجود داشته باشه. عین شکل شما قدر دین اسلام زمانی میدانین که اون با دینهای دیگر، با افکار دیگر و اعتقادات دیگر مقایسه کنید. اون زمان میفهمید که چقدر زیبا بوده و یه آدم همین کارو کرده. و به همین چرا میگه که این دین به همراه عقل و حکمت موافق است، چون یک دینهای دیگه دیده که چقدر مخالف است و اصلا سازگاری ندارد.